یه لحظه بخشید من پدر مادرم از دست دادم، بعد 4 روزه که داداشم خبری ندارم، بعد داداشم با کامیون کار میکنه. من یه تو گوشیم یه پیام آقای حسینیه، تو رو خدا ببینید میتونید پیامیت داداشم بگیرید. 4 روزه من نمیبینم داداشم. باشه نگران نباش. نگران نباش آقا. یه لحظه باش. حسینی گفتی. آقای حسینی. آقا همین یه داداش فقط داری؟ نه داره دنیا همین یه دونه داداش دارم، بابا مامانم فوت شدن. ازشون چند روز خبری؟ داداشم با کامیون کار میکنه، بعد آخرین دفعه گفت میخواد بره با کامیون بندر. آخه ما چجوری بهش بیا بریم. داشتم به من گفتش با کامیون میخوام برم تو بندر عباس، ولی ازش ندارم 4 روزه. داداشتون آقا توی بندر عباس نمیتونیم بگیم که بشید. داشتم دوربین مخفی زد. از هر جای ایران که حساب کنید ما هممون بندر عباسیم. فقط خواستم این دوربین مخفی رو بگیرم اون لحظه ای که به خانواده های این داغدارا گفتن عزیزی از دست دادید چه حالی هست. خدا حافظ ای شعر شب‌های روز